بیا یه پنکیک دبل چاکلت توپلی درست کنیم. هم خودش شکلاتیه، هم مغزی شکلاتی داره، بافتش هم عالیه. تخم مرغ، شکر و وانیلو هم بزنید که اینجوری روشن شه. روغن مایه و شیر ولرم اضافه کنید و هم بزنید. ترکیب آرد، بیکینگ پودر و پودر کاکائو رو توی 2 مرحله تو مواد الک کنید، بهش عسل اضافه کنید و مایه پنکیک حاضره. تو همین حین بذارید چایتون هم دم بکشه تا پنکیکاتون حاضر میشه، چایتون هم حاضر باشه. شعله پخش کنه روی حرارت بذارید داغ بشه. یه تابه کوچولوی نشسبو بذارید روی حرارت کاملا داغ بشه. مایه پنکیک رو داخلش بریزید، روی حرارت ملایم 1 دقیقه بمونه. بعد شکلات تخته‌ای یا سکه‌ای بذارید و روشو با مایه پنکیک بپوشونید. 5-6 دقیقه بذارید بمونه. بعد پشت و روش کنید. پشت و رو که کردید 2 دقیقه دیگه بمونه حاضره. اینم از پنکیک‌های خوشگل و خوشمزه‌مون. چای سازی که توی کلیپ دیدین استفاده کردم از برند داسلره که یه برند آلمانی فوق‌العاده با کیفیته. کتریش 2 جداره است. روی چایتون لکه چربی نمیندازه و دمای آب از 40 درجه تا 100 درجه به انتخاب خودتون بالا میبره. پیجشون هم تو کپشن براتون گذاشتم.